اصلا نمیشه تو حوزه تبلیغات و بازاریابی باشی اما این 4 کتابو نخونی. کتاب اول، فوت و فن تبلیغ نویسی. این کتاب میگه که هیچ کس بهتر از خودتون نمیتونه یه متن تبلیغاتی درست و حسابی واسه محصول یا خدماتتون بنویسه. در واقع بهتون یاد میده که چطور از یه سری الگوی ثابت شده استفاده کنید و یه متن تبلیغاتی خوب واسه کسب و کارتون بنویسید. اصلا از دستش ندید. کتاب دوم، ایده عالی مستدام. این کتاب خوراک اوناییه که یه عالم ایده دارن اما نمیدونن چطور پر و بالش بدن. نویسنده های کتاب بهت کمک میکنن تا ایده های خودت رو به یه سری راه قابل اطمینان برای کسب درآمد بیشتر تبدیل کنی. کتاب سوم، بازاریابی هکر رشد. این کتاب بهت یاد میده که چطور روش‌های سنتی تبلیغات رو بذاری کنار و از جدیدترین تکنیک بازاریابی استفاده کنی تا فروشت بیشتر بشه. تکنیکی که بهش میگن بازاریابی هکر رشد. نویسنده از فیسبوک، توییتر و کلی برند دیگه مثال میزنه و بهت میگه که این برندها چطور با بودجه خیلی کم تونستن تبلیغات موثری داشته باشن. و اما کتاب چهارم، مسری. نویسنده توی این کتاب بهت میگه که ویژگی‌های یه محتوای ویروسی چی باید باشه. کتاب مسری مثل عنوانش خیلی زود معروف شد و حالا جزو کتاب‌های خوب تو حوزه کسب و کاره. پس خوندنش رو از دست نده.